پنجکент قدیم. سرچشمه‌های تاریخی شهادت می‌دهند که پنجکент قدیم عموماً سرزمین تاجیکان در دوران قدیم مکان علم و فرهنگ بوده است. در شهر پنجکент قدیمه مردم در عصرهای 5 و 8 زندگی می‌کردند. مورخان می‌نویسند که دیوارهای شهر پنجکент قدیم از 6 تا 8 متر پهنایی داشته است. اگر درباره بلندیشان گوییم از 10 تا 12 متر گفتند. شهر پنجکent قدیم در 1.5 کیلومتری جنوب و شرق شهر پنجکent حاضر جای دارد. این شهر یکی از شهرهای قدیمی این سرزمین بوده. طول 70 سال آخر است که در این شهر تحقیقات ها گذرانیده می شوند. پنجکent قدیم به 4 قسمت قلعه شاه، شهرستان، رباط و قبرستان تقسیم می شود. بیناهای پنجکent قدیم بلندی 8-9 متر داشته، غفصی دیوار آنها 1-1.5 متر است و این بیناها از خشت خام و پاخته ساخته می شدند. مساحت پنجکent قدیم 14 گکتار را در بر می گیرد. پنجکent قدیم در یکی از شاهراه‌های ابریشم جای گرفته بود. از پنجکent قدیم هیکلچه‌های خرد بودا نیز پیدا شدند. از این گفته‌ها برمی آید که تاجران بودایی نیز از این سرزمین عبور می کردند و در تجارت از این جایها استفاده می بردند. از این شهر معبد بودا را نیز پیدا کردند که آن نه چندان کلان بود، ولی آن برای تاجران بودایی اهمیت خاصی داشت. اولین محقق شهر پنجکent قدیم این بیلینسکی می باشد. در شهر پنجکent قدیم نشانه های 4 دین را دیدن ممکن است. هنرمندان پنجکent قدیم از چرم هر گونه پایافزال، جوشن، تاسکولا، غلاف و دیگر چیزها می ساختند. اکثریت مورخان می نویسند که مردمان شهر پنجکent قدیم با سوداگری مشغول بودند، زیرا به این شهر راه ابریشم می گذشت. از شهر پنجکent قدیم کاروانسرای ها نیز پیدا شدند. سکه های گوناگونی که از اینجا پیدا شدند سوداگر بودن این مردمان را اثبات می نمایند. شهر پنجکent قدیم در سالهای 721-722 از جانب عرب ها خراب کرده می شود. این شهر که در بلندی جایگیر بود تا سال 780 در اینجا مردمان زندگی می کردند و با گذشت زمان آهسته آهسته به دیگر قسمت ها فرآمده خانه ها ساختند و زندگی کردند.